بینندگان گرام، بس خب معلومه که همون جاب زهره که از گلوی مقام عظما پایین درفته زده میزون فرمون اما احشه ایشونو تو جسم ناقصشون کلا به هم زده. ولی برای اینکه با یه مجری مشنگ طرف نباشم که اعصابم با خط خطی بکنه این وسط، خودم اومدم تو صحن مجلس که خودم هم جلسه رو بگردونم. به بزبزی نظامم گفتم که بیاد همینجا ببینیم چی میگه. یه مش مجلسی رو جمع کردیم اینجا، ریختیم تو صحن. حالا شما میدونید که بعد مذاکرات اتمی که رفتیم تو اتوبان جدید، قصه و بدبختی هیچ وقت سراغ مقام عظما دیگه نمیاد، چون هیچ وقت نرفته که بخواد بیاد. الان هم همونجا تو بیتشون لونه کرده. ظریف، خیلی خلاصه، خیلی راحت و سبک و همچین کوچولو بوچولو یکی دو جمله بگو ببینیم قرارمون سر فردو و نطنز چی شد توی مذاکرات که تو رفتی. هم فردو هم نطنز ادامه خواهند داد، فقط فردو به جای اینکه 20% تولید کنه 5% تولید میکنه. نطنز هم همینطور، اما چیکار میکنیم؟ افزایش نمیدیم. دکی چه فقطی هم میگه، نچای دو، انگار که تو بوکس بگی فقط ناک اوت شدم، یا مثلا تو وزنه برداری بگی فقط این وزنه از دستم افتاد رو پام درب و داغون شد. حالا عراق چی؟ تو عراق معنی که اونجا شده اینه که سوخت جدید تولید نشه. عرض کنم به حضورتون که دستگاه نصب نشه ولی ساخت و ساز ادامه پیدا بکنه. اولا مقام عظما تو مشنگو نفرستاده بود برای ساخت و ساز، تو رفتی برای ساخت و پاخت که اونم ارزشو نداشتی. چه پوزم میده که ساخت و ساز ادامه پیدا میکنه. تو وزیر خارجه ای یا بساز بفروش؟ آپارتمان که نمیخواستیم بسازیم، بمب میخواستیم. حالی نیست. من به شما اطمینان میدم که زمانی که تحریم‌های شورای امنیت فرو بریزد، تمام تحریم‌های دیگه آمریکا جز تکه پاره‌ای از کاغذ نخواهد. اطمینان تو بذار در کوزه، آبش هم نخور چون زهریه. از این اطمینانا قبلا اون یکی آق محمود داده بود. این همه امتیاز گرفتن، جاش چی کار کردیم؟ چی گرفتیم؟ بنده بارها در رسانه‌های غربی اعلام کردم، در جلسه مذاکره در حضور هر 6 وزیر به صراحت گفتم که ما نه هیئت مذاکره کننده و نه مقام معظم رهبری به شما اعتماد نداریم. کی؟ نه چه تو با این قاطعیتت؟ برو به یکی بگو که ندونه چه گندی بالا اومده. ناکس رفته تو مذاکراتی که آخرش باید بگیم خوش به حال اونایی که تو زندگیشون به پوچی رسیدن، چون اقلا به یه چیزی رسیدن. حالا افهم میاد واسه ما. ناکس مشنگه داشت میمرد، گفتن آب براش بیاری این دم آخری، گفت نه من فقط شربت بهلیمو میخورم. وارد بحثایی که نمیفهمی تو نشو. قرار شد که اگه سوال استراتژیکی ازت کردن تو مذاکرات هسته‌ای چی بگی اونجا؟ ما که من که بلد نیستم این چیزا رو، اونایی که هسته‌ای حالیشون میشه به ما میگن چی بگیم. خب حالا تو بذار کنار، یه کمی بقیه صحبت کنن. گوریلنگوری نظام حسینی، ما باید ببینیم اینا در این مدت 6 ماه آیا رفتاراشون درست میکنن با ما؟ آیا میتونن واقعا درست عمل کنن؟ من میدونم این چرا فکر کرده که اونا رفتارشون رو عوض میکنن. فکر کرده که ازش میترسن. جهت آشنایی بینندگان گرام، این حسینی گوریل همونه که تو مناقشات محلشون همیشه میگفت من تعجب میکنم چرا قضیه‌ای که با کتککاری حل میشه انقدر در موردش حرف میزنن. یه همچین تیپی بوده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که یه یارو خارجیه بهش گوریل نشون دادن، گفتن شما به این چی میگین؟ گفت ما غلط میکنیم به این چیزی بگیم، ولی اشتباه این گوریلنگوری اینه که خودشو با گوریل سالم و سرحال اشتباه گرفته. کینگ کنگ هم که باشی وقتی زهر میخوری اونم با پارچ با یه فوت میفتی. تازه تو گوریلی بودی برای خودت. این بدبخت مفنگی نفر بعدی رو میخوام بگم این چی کار بکنه. بیا خودت بگو. نگرانی مهم حرکت از گام اول است به گام نهایی، به وضع نهایی. بنده عرضم اینه، یعنی جان کلام این است که چه خواهیم گفت اگر گفتن مجلس شما پروتکل الاغی رو تصویب نکرده، بقیه چیزا هم متوقفه.
10 بار بهت گفتم که بحث پروتکل الحاقی رو باز نکن، کار میرسه به جای باریکتر از اینی که الان هست. آقا این مجلسی‌ها این که حالیش نمیشه شما رشیده بگیرید. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بازم بهادر عرض می‌کردم بله میفهمودن که تو باغ وحش شهر مشنگا تابلو دارن که بازدید کنندگان گرامی از دادن خوراکی به این حیوانات خودداری بفرمایید، ولی هیچ کی گوش نکرد. آخرش یه تابلو زدن که حیوانات عزیز خواهشمندیم که از اینا غذا نگیرین. خودم ته بحث رو میبندم. با این مجلسی ها نمیشه ادامه داد. همینه که عضو رفته تو وضعیت سایلنت، صداش در نمیاد. بینندگان عزیز دیدی با شنگای مجلس چه نوبرونایی هستن؟ یه هیئتشون رو فرستادیم بین المجالس، در جا بیرونشون کردن، گفتن که عقاید فلسفی خیلیا رو به هم ریختن، چون اونا قبلا معتقد بودن که هیچ چیزی بی علت خلق نشده تا اینکه اینا رو دیدن. عزت همگی زیاد. اگه